بورک، میمون نواز، پاکیزه، پیراسته و راحت بخش. غذایش هم طبیعی، توان بخش و ارگانیک است. آمدن را به این مکان همیشه توصیه می دهم. اصلا وقتی که انسان ها با 35 40 و 45 و 50 یا اینکه از این بالا قدم میمانند، برای شروع تازه دیگر حوصله ندارند. میگویند که تمام قطاره ما از پلتفرم دوم الکی رفت. اما انسان های خوشبین، پر انرژی، انسان هایی که سراپا امیدواری اند، سراپا خوشبینند به فردای خود، برای شروع تازه همیشه وقت می‌یابند. سن و سال این فقط یک ارقام است. جز یک ارقام دیگر چیزی نیست. حالا ما راجع به یک هنرمند حرف میزنیم که در گذشته نه چندان دور یک بیزنس وومن موفق بود. از شروع تازه نترسید، تجارت را یک طرف افکند و با یک شو وومن تبدیل یافت. این هنرمند از سلاله اولادی هنرمندانی بسیار هم باریز و شناخته خانواده محیدینف است، یعنی فرزند شادروان تاج‌الدین محیدینف. زرنگ هام. زرنگ هام به شما درود میگوید. بیرون مبل را دیدن ممکن، اما درونش را نه. صفت چوب، آهن، چرم، متاع و حتی ریشتر را مسنجیده به شما مبل پیشنهاد میکنیم، چون که مقصد ما به دست آوردن باوری شماست. همه نمود مبل، راحت کرسی، رخت خواب، جیوان، کمد با آرایش مخصوص اینجا هست. اگر صفت بلند را با نرخ مناسب میجویید، پس به زرنگ هام بیایید. سراغ، شهر دوشنبه، کوچه پولادی 39. درود بر شما و درود به پروانه نازنین. سلامت باشید. درود بر شما اکا آرزو جان. خیلی منتظر پزمانی برنامه شدم که اکا آرزو من یک بار دعوت میکنن. در نقشت داشتم و همیشه زنگ میزدیم، گفتگو میکردیم. امروز در نصیبم بود است که امروز تهیه بشود این برنامه. شما خوبه؟ تشکر زیاد. شما خوبه؟ تشکر. پروانه جان، شروع برنامه این گونه بود که شما از یک بیزنس وومن به یک شو وومن تبدیل یافتید و ناهراسیده. من میدونم که شما الکی 18 ساله نیستید. نه بابا، نه بابا. نمیگویم چند ساله، اما نه 18 ساله. بله. از چیل بالا؟ اکتفا میکنیم، دیگر در این خصوص سوال نمیدیم. چشم میکنن اکا آرزو. به اینا هر روز چشم میکنن. پروانه جان، چرا شما یک تجارت بزرگ رو ترک کردید و به یک جدای دیگر گام نهادید؟ اکا آرزو ما یگان چی ترکی نه بیزنس کردم، نه ترکی زندگی قبلی، نه ترکی یگان. یعنی تجارت شما هنوز هم هست؟ بله، اگر تجارت که نباشد امروزه پیشروی از کجا میشه؟ بقال شما من 18 ساله نیستم که برای من سپانسر پیدا شود و بیاید سروده و آهنگای من ثبت کند و کلیپو برای من بزند. من هر چیزی میکنم از محنت خدا، از دست خدا میکنم. فکر میکنید که برای جلب کردن سرپرستان باید 18 ساله باشید؟ نه این فکر نمیکنم، ولی اگر خود آدم سرپرستی خودش باشد اگر این بهتره، چون میتونه که با گردن بلند مثلا کارت انجام. یعنی انسانی خود مختار باشه، مستقل باشه. از یک کس وابسته نیستی. از لحاظ اقتصاد مستقل باشه. همیانت از خودت باشه. بله، یک جا که نشستی مثلا تو دلت پر باشد که همیانت پر از مثلا یه چیزی هست که شرقاس میزنه مال خودت. با یک ترانه نمیشه زندگی پیش برد. یک خواننده، اسمش نمیگم کی هسته، یک خواننده خیلی معروفه، نشستیم گفت که خیلی روزای همین ماه دکبر میشد و ینور میشد، گفت فوریه خیلی ماهای وزنی میگذرد، گفت برای همین چیزا، برای خواننده، برای اهل هنر که مثلا یک توی معرکه نیست، اینو نمیتونن که برن بازار سبزی بفروشن، گشنه چی پیاز بفروشن. بله. گفت به پول میمونیم و دیگر. بعد خندیدم و گفتم که 9 ماه شد 10 ماه شد که خوانندگی میکنم.
ولی همین سوال هزار مرتبه هر کدومی تو به من میگی چرا اینقدر دیر شروع کردی برای خوانندگی؟ گفتم الان حاضر به همین سوالی که به من میداده تا همین چند ماه گفتم جوابش خودت دادی. گفت نفهمیدم. گفتم اول گفتم خودم مستقیم کردم پولدار کردم بعد اومدم بالای صحنه که اذیت نشم بزرگی که توی نیست معرکه نیست مثل شما یعنی بی‌نیاز باشه در این بی‌نیاز مسئله. باشم در این مسئله. به همین خاطر اگه ارزجو نمیشد که مثلا بیزنس پارتای خونه بچه تربیه پروگرام زندگی چه خیلی که بود همه خیلی پروگرام زندگی رفته است ولی بالای این پروگرام مثلا تربیه بچه تربیه فرزند خونه خبرگیری مادر اما که خشتبار همسایه بیزنس رفته آمدن دیگر حساب کتاب بالای همه این چی یک کاری که از کودکی من گفت چند مرتبه این کارا می‌خواست شروع کردن وقت نشد از بچگی تو یا در میگن استخوان خونت بود هرچی هست میگه روی آب میخزه بعد همون چیزا دوام میتی به همین خاطر دیدم که در بین وقت دارم نگاه کردم که 3-4 ساعتی زندگی من بیهوده میرود و خاطری که همین بیهوده نرود همون هوسی بچگی که داشتم همین اجرا کردم. از خوردی مثلا با پدر مثل دوست بودیم هر دمان من فقط اوچه جان یا پری روخ میگفت پدرم به همین خاطر ما خیلی دوستی نزدیک بودیم همون مستقری و مثل مرد میگفت که این مرده کوچیک بود میخوانید میگفت که این زن میگه این شوهر نمیکنه این باید پسر تولد بشه این بود زن تا حاضر برای زندگی من فخر میکنم که برادرام از من مصلحت میپرسن در زندگیشون و یا مردن من زن. پولدارترین کیست در میان خواهران و برادران؟ نه هممون یکی اکن هر کس چرا اول من گفتی؟ نه هممون خداوند رزق همه یک خیل میتید خدا با شکر که از خانواده پدر همه کارگران همیشه تربیت کردگی که هممون باید کار کنیم زن و مرد هممون باید. پروانه چند سال در دبی کار کردید؟ 16 سال زندگی کردم در دبی بگیریم اگر 17 سال بود با شوهر و با بچه‌ها اونجا تا داشتن بزرگ شدن مکتبای انگلیسی رفتن بریتیش اسکول یکیش امریکن اسکول تا حاضر بچه‌ها انگلیسی صحبت میکنن با 3-4 زبان فخر میکنم. بعد برای چی بلند اومدم اینجا آوردم بچه‌ها که زبان تاجیکی مادری گم نکنن شوهری دیگر ملت نکنن زن دیگر ملت نگیرن. چرا اگر زن دیگر ملت بگیرن یا شوهر دیگر ملت بکنن چی شاید بدی من داره؟ پاتریوت باشم من پاتریوتم اما عشق نمیپرسد که شما پاتریوت هستید مثلا آدم که عاشق شد میتواند با یک مثلا نماینده دیگر ملت یا شاید ممکن عاشق بشوند ولی محیط هم عشق مگر میپرسد که باید هموطنی خودت را را نمیپرسد ولی هست آدم مثل من که کم کاکتیل میکنم خیلی و اونجاش میاد فرزند کم تکان میده یا تکان میده خراب زن هست اینجا یعنی این نقشه های پوشیده شما است که عملی میکنه برای عذاب نکشیدن فرزنده و برای که منتالیت ما دیگر ملت نمیفهمد دیگر ملت منتالیت ما نمیفهمد. اگر پشتیبان این گونه فهمیش‌های کنسرواتیوی هستید پس چرا آنها رو در اسکول‌های آمریکایی ماندید؟ نه اکنون اونجا نبود مکتب تاجیکی آخه در خارج که ما زندگی می‌کنیم اونجا مکتب تاجیکی میتونید در تاجیکستان بمانید در زیر تربیت بیبی و خش پیوندان شما میتونید بچه‌تون مون یک اونجا برن اکه ارزو اگر فهمیش‌های کنسرواتیوی می‌داشتن بله با این خاطر نه به خاطر که زبان نمیدونن به خاطر که همین چیزا هست خوبه اگه ما گفتم برای چی نه در خصوص تعلیم و تدریسشون مکتب‌های خوب انتخاب کردید دورنمای زیبا مکتب‌های خوب پروگرس واو آفرین اما در خصوص انتخاب همسر چرا اینقدر فکر کنسرواتیوی دارید؟ من یگان چی فکر ندارم هر چیزی که اما گفتید که نمیخواهم که نه من نمیخواهم که بگونه بگیرن با فرزندم اکرز جون با فرزندم ما دوستیم رفیقیم هر یک زندگی هر یک کاری دخترانه بود که با مادر باید دختر صحبت کنه من با پدر صحبت میکردم چرا آزادانه چرا نمیدونم از مادر دیده فکر میکردم که پدر به من نزدیک‌تر در سیمای مادر شما شخصیت مادر رو نمیدیدید میدیدم به خاطر که دو مادر بود در یک خونه چرا رازی رو به مادر نمیگفتید دو مادر بود در یک خونه فکر میکردم که مادر زیاده ولی پدر یک مثلا با پدر آدم باید صحبت کنه نمیدونم همینطور بود چطور دو مادر داشتیم ما خداوند همه طرفا رزقمون داده نه چطور واضح بفهمونید من سر در نیاوردم آخه هم مادری ما بود در یک خونه هم مادر شبنم جان بود
دو مادر بود در یک یعنی شما پدرها در یک حالی در یک خانه. پدرتون یک و مادرهایتون جدا. بله بله ولی هیچ وقت ما نمیگیم که مادرای موجوده. شادروان تاج‌الدین محی‌الدینов این هنرمند باریز و برجسته در یک زمان با دو زن زندگی میکرد. بله هم در یک زمان و هم در یک خانه. بله در یک حالی در یک خانه. ولی هیچ کس برای چی هیچ کس فکر نمیکند که ما مادرها موجوده به خاطر که با شبنم به خاطر که ما در یک جا که تولد شدیم در یک خانه که بزرگ شدیم یک مادر ما تربیت کردگی وقتی ما میبینن رفتار و کردار و صحبتامون و خشت و خیزمون فکر میکنن که ما از یک مادریم ولی ما مادرها موجوده است. وقتی که با دو مادر بزرگ میشوی کدومش رو بیشتر دوست میداری؟ هر دوشا. مادر شبنم جون سال گذشتن خدا رحمت کنه. 61 سال داشتم. خیلی جوان مریضم نبودن چیم نبودن. یک بار سکته دل شدن ساعت 3 شب بود مادری من زنگ زد که خیز که اپات مرده تو خوبی یا خوب ندار آمد مادری من. دو زنی که متعلق به یک مرد بودند. بله پدر من گذشتن پدر من 25 سال شد. ولی 25 سال مادر شبنم هم یک دختر در اویلشون مادری من هم یک دخترم در اویلشون ولی همین دو زنم پدری من اپا خواهر کرد و بعد گذشت از دنیا اینو تا آخری نفس آخر هیچ وقت ماجرا نمی‌کردند. اگر حضور پروانه بگوید که هیچ وقت ماجرا این گونه اویلا نیست هیچ وقت ماجرا نمی‌کردند. هر دوش مثل اپا خواهر بودن. اگر باور نمیکنه یک وقت اگر یک برنامه‌تون رج احمد امید رجب علی احمد که برندهش ما میشناسه خوب مثل همکاسب شما امید نیگماتوف که دوزنده است مثلا من پرودیوسر دلوار میزرو ما حسار وقتی رفتیم مادر من از دبی اومدن هر سال میرن دبی استراحت میکنن وقتی از دبی اومدن 3 سال قبل بعد رفتیم دیداربینی حسار حولی همینا با من بودن دوستان رویم گفت مادر ببینیم رفتیم تو فاو برو وردن مادرم اینو همش تقسیم کردن من رفتم اتاق خوابی مادرم که همون چمداناشم برو وردگی یک پایافزال دیدم که معقول شد که از دبی آوردن گرفتم و پوشیدم روی حولی برو آمدم تا حاضر رجب علی تا حاضر مثلا همین امید نو میگن که از پای فرزند خودش کفش کشید گرفت که من تحفه تیا دادم اینم من برای اپات آوردم برای مادر شبنم آوردم که حق داد که اینا گرده پات پوش از پای من از روی در روی حولی مادرم پایافزال از پام کشید گرفت که این تحفه اپای دلبر تای این تحفه مادر شبنم تا حاضر میگن همین بزرگ سالتر کی بود مادر شما؟ مادر من من مادر شبنم رو خوشبختانه دیده بودم خیلی زن تناز و زیبا چشم‌های زیبا داشت رحمتی تاج‌الدین محی‌الدین زنای بزید نمیگرفتن همه دخترای عاشق بودن پشت در خانه‌مون بسیار دخترها می اومدن زیباترین دخترها می اومدن و خودش هم زنای زیبا میگرفت دو زنی جوان که یک سراینده نامدار یک انسانی نامدار میدونید برای چی دعوا ازدواج کرده است با ایشان ماجرا نکرده باشن ماجرا هیچ وقت نکردن وقتی که گفتم شما چقدر اجازه دادید با پدرم گفتن که من عاشق شدن تاج‌الدین میفهمیدم وقتی که با من عاشق شده بود من میدونستم که وقتی عاشق میشد چه خیلی میشد چگونه میشد و همین خاطر گفت من هر خیلی آوازاش میشنیدم که احتیاط کن که شوهر فلان دختر کت یا احتیاط کن گفت من اهمیت کی نمیدادم نه که استادی با همین وقت گذشت گفت فهمیدم که پدرت عاشقه منم عاشق وای بودم منم دیگه فرزند داشتم گفت اینجا شیناندم گفتم گوش کن مردک ایخی نمیشه که تو عاشقی و اینه که من عاشق تو هستم به خاطر که من عشق تو به خاطر خودت به خاطر فرزندم انا یک پود اینجا یک پود اونجا نشود تو اذیت نکش تو عذاب نکش گیر بیار پیش من نکاح کن گیر در پیش من ایستاد من مثل خواهر اگر یک بریم اگر من گپی بلند طرف همین زن گفتم تو منم جدا شو برو را به نظر شما این تو یک اندازه خود قربان کنی نیست؟ فکر کنم نه برای خیلی مرد من فکر میکنم اگر مرد باشد در زندگی مرد که مثل پدری من باشد که قربانی کردن هیچ چیز نیست حیات زن خودش این یک قربانیه اگر تاج‌الدین محی‌الدین که نگیری یک عربکش هم میگیری خودت قربانی میکنی یک عمر 3-4 تا بچه تولد میکنی عذاب میکشی اذیت میکشی
5 сомон 10 сомон мекобӣ қурбон мекунӣ ки хута ҷудо намешӣ ку то охири умр ҳамин ба як куртав ба як масалан пойафзол қаноат мекунӣ мешинӣ вале барои чӣ қурбонӣ накунӣ барои тоҷизи муҳиддин барои чӣ яъне марде буд ки боз мегӯям марди зебо не инҷо ҳарф сари зан ҳарф сари зан ва модари шумо модари ман вақти падарам гузаштан аз дунё гуфт бепадару бемодар будану бебародару хоҳар буданма акнун ман падарат гузашт гуфт акнун эҳсос кардам ятим буданма гуфт ман акнун эҳсос кардам то ин қад сол гуфт ман бепадар бемодар будагим падармам ҳамин будай гуфт модармам ҳамин бародармам хоҳармам гуфт дадат будай гуфт бачам ятим буданма эҳсос кардам гуфт 10 зани дига меоварду намегузаштаи дунё ҳамин дарвоза медаромад фикр мекардам ки 10 ака омад мана хабар гирӣ аз ҳаминҷо фаҳмидам ки муҳаббати самимӣ мешуда акаи орзу муҳаббате ки зан ҳаминае вақти марди хуб болои сари зан ҳастай зан бепадар будан бемодар будан бебародар будан бефарзанд буданша эҳсос намекарда дар зиндагӣ барои зан ҳамин қад чиз беҳтарин тӯҳфа аз тарафи худованд барои зан ин шавҳари хуб додан будааст яъне вақте ки зани ҷавонро гирифт болои модари шумо омад фикр накунам ки тамоми авлоди шумо бо кафкӯбиҳову қарсакзанӣ истиқбол карда бошанд модари шабнама бале ба хусус хешу пайвандони модаратон мехоҳам як хел фаҳмонам ки ҳамин шумо мана фаҳмед аз чизе ки аз кӯдакӣ ман бисёр нигоҳ мекардам ман ба шумо мегӯям ки ман бисёр вақт мегӯям ки ин қад ту доноӣ ин қад ту мегӯям ки ман дар як хонаводаe ман бо 2 модар бузург шудам падари бузург доштам ки то субҳ суҳбат мекард қати мо ки хоб мегирим рӯзе мешавад ки манам мекобе ҳарфои манам мекобе ки ман барои шумо ҳамин дар зиндагӣ ҳамин чизо дар коша бигӯям ман вақт неистам мегуфтам агар падар пайваста бигӯяд ки рӯзе мешавад ман аз дунё меравам рӯзе мешавад ман аз дунё меравам шояд он кас медонистанд ки ҷавон аз дунё мераванд фақат омода мекарданд чаро ин ҳарф шуморо дилшикаста намекард омода мекарданд вале мо фикр мекардем ки модар зиёд аст масалан 2 модар дорем падар яктай як фикри кӯдакӣ доштем ки дилшикаста намешудед аз ин ҳарфи падар не фикр мекардем ки модаро бояд бимиранд як ташраф бо дуюмш ҳаст ку лекин падар ҳеҷ вақт намемирад намедонам фикри ман аз кӯдакӣ фикр кардам ки падар ҳеҷ вақт бояд намирад вале вақти падари ман гузашт ман акаи орзу пеши худовандам пеши ҳамаям ман гунаҳгор зиёд аст барое ки мегӯянд ки азо гирифтан ин хеле уболай хуб нест вале ман 6 сол азо гирифтам падар ҳеҷ вақт моя хафа намекарданд ҳеҷ вақт бо як навозиш бо як ҳар кадоми моя ҷудо ҳар кадоми моя инқадр муҳаббат медод падар ки инқадр дар ҳамин умри кӯтоҳшон инқадр муҳаббати зиёда аз куҷо ва ё пайдо мекарданд ки ҳам ба тамоми фарзандон медоданд ҳам ба модаршон медоданд инқадр муҳаббата дар умри кӯтоҳ ман надидам дар ягон кас чанд нафаред аз 2 модар аз 2 модар мо 4 нафар аз модари ман ҳастем 3 нафар аз модари шабнам аз 4 ҳиссаи умри шумо дар дубай гузашт бале ва ман шунидам ки бо пулиси дубай шумо як нофаҳмие доштед чӣ буд бери болои мо суҳбат накунем чун шумо ба ин суоли ман посух намедиҳед дар зеҳни ман ҳар гуна фикрҳои зишт пайдо мешавад ва на фақат дар зеҳни ман дигарҳо ҳам гумон мекунанд ки чӣ гап шуда бошад бо пулис дар дубай чӣ гап шуда бошад суолҳо зиёд мешаванд ҳоло дар зери ҳамин барнома агар ба ин суолҳо посух нагӯед не ҷавобаш ҳамине ки кӯтоҳ ман ба шумо гӯям ки як моҷарои тиҷоратӣ буд моҷарои пулию тиҷоратӣ буд ки аз тарафи ман не аз тарафи як гурӯҳ ҳофизони мо хонандаҳои сарондаҳои мо ки сафари дубай карда будану мехост дар он ҷо кор бикунану масалан хонандагӣ бикунанд як раҳи зиндагишонро пайдо кунанд ва ё як моҷарои полисӣ доштанд ки аз ҳамин моҷаро дасти ман ки мерасид дасти ману мисол шавҳарам хонаводаe ки мо мерасид ҳамин
نخست ما دیدیم همین حال کردیم از همین ماجرا ما همین بچهای آوردیم بیرون یعنی هموطن‌ها رو کمک هموطن‌ها رو کمک کردیم کیها برآوردیم. بودن پروانه؟ انا شما گفته که نگوین نماز با میگه که نه کیها بودن چه خشم سوالای چه خمتیه من گفتم نماز نگیرم ممکنه که ارزو هوای خفه شدن که گفتی نگی خودشون برای خودشون میدونن چی قانون شکنی کردند کنجکاو شدم پروانه جان؟ قانون شکنی همین که وقتی همین سوالتون جواب میدم قانون شکنی به خاطر چی فکر میکنن که تاجیکستان با یک تلفن میبرداری اکام کورا حالش که گای قپیده نیست این خیلی گپ در خارج اگه ارزو اونجا قانون و قاعده خودش داره در اونجا فرق ندارد که تو بیانسی هستی یا که یک زنی که راه میروبی اونجا خارجی هم یک خیلی سازشنامه میکنن با یک کلوب ایرانی یک طرفخانه ایرانی که همینجا کار میکنن مثلا از این ساعت تا این ساعت اینو سرودخوانی میکنن برنامه دارن مثلا چند ماه زندگی میکنن که خواب میرن چند وقت غذا میخورن جای خوابشون بپلاسته مثلا یا که با پلاسته طریق ویزاشون چیه اگر اینو در یک سال یک مرتبه فقط ماه رمضان اینو میتونن که خونهشون چی بگیرن رخصتی بگیرن بران وطنشون و مردی تجارت بود است من از ایران گفت که من وقتی که برای اینو طرفخانه شدم تاجیکی گفت که ای گفت آدمی که یک بار خیانت کرد گفت دوم بارم خیانت میکنن اینو با من خیانت کردن گفت من اینا جای خواب دادم گفت من اینا نون دادم گفت من اینا زندگی دادم گفت اینو با من خیانت کردن گفت چیکار کردن اینا خیانت یعنی که روان میکنن برای ویزا علیش کردن عوض کردن روان میکنن اینا عقلشون نمیگیرد که وقتی اونجا میشینن ویزا باید منتظر شوی ویزا و سیستم کامپیوتری ارزو باید میتونن یک ساعت برای ویزا میتونن ویزایی که یک سال برای یک سال اقامه میدن ویزایی نه که من مسافری که ما میریم یک ماه و 10 روزه این خیلی یک سال هر یک آدم تا $2000 صرف میشود اونجا 15-20 نفرن اینو مرد اینا داده پولش داده خرج کرده در سیستم وارد کرده گیان اینو میرون در ایران همین بود که عمان میرفتن ایران یا ایران میرفتن از شهر باید بیرون برای ویزات که اومد دوباره برگردی بیای داخل اینا میشن یک ماه 15 از ویزاشون نمیاد بیرون ولی پول خرجی هتل مهمانخانه خرج خوراک این مرد داده است اسپانسر داده است آدمی که کار میتاد این روان کرده است همینجا یک دو فاجعه میشه در تاجیکستان کدام اویله کدامش فاجعه میشود همش بلند میشن و میبینن تاجیکستان میبینن این از بیفهمی میشد این از بیسوادی میشد میبینن تاجیکستان و بعد یک دو ماه 3 ماه چیکار میکنن وای آدم کارخانه‌اش به خواننده به واسخون میمونه وای باز یک ماه 2 ماه 3 ماه دیگه میذارن که بیارد کارخانه‌اش از کار میمونه داخل بعد 3 ماه اینو باز بلند میشن و میرن دوباره فکر میکنن که از ما میریم قبول میکنن وای آدمویا وای هم قبول نمیکنن نه قبول میکنن خوشرویو میشنن میگه که من اینجا 1 میلیون درهم نوشته 1 میلیون درهمش میشه $500,000 این ماجراها رو شما چگونه به پایان آوردید؟ هیچی همین با سابق شوهرم وقتی نبودن و یا در ایران بودن ما رفتیم برای نان شام خوردن که بچه‌های شناختم چون یک نفری هوای با پدری من توی بزمو میگشتن من دختر اهل فهم است من آدم میفهمم تیز من گفتم چی شد کنی بیا بیرون برایم گفتم که همین خطا کردیم اومدیم انا این هم جای خوب نمیتید هم کار نمیمونه کردن جو که جریمه من 1 میلیون درهم گردونتی بالا شوی اینا بلیطتون رو خریدید مثلا تیکتتون برگردید روی وطنتون اینا از کجا پیدا میکنید وقتی من کابو شروع میکنم میبرم همین تجارت مرد تجارتگر همین بیزنسمن ایرانی دوستی شوهر مسابق شوهر من میبره منم ایرکا تلفن گرفتم وای انا این دختر من نمیفهم در چی برا میگی انا اینو یخی کردن که اینو دا کوچه موندن که اینو فلان بعد گفت که حاضر من زنگ میزنم زنگ زد صحبت کردن وای مرد خارجی تاجیک میشه اگر ممکن همین طور میکرد ولی وای خارجی گفت که ما صحبت کردیم و فردا می دفتر گفت با ارباب صحبت کردیم یک مصلحت میکنیم بچهای همش گردی میز آوردیم نشیناندیم گفت که خانم پروانه من اینا گفت دوباره گفت اگر بی پول بمونم گفت من اینا دیگه دوباره کار نمیگیرم چون اینا خیانت کردن به من ولی گفت تو میتونی با کار بگیریشون چون نصفی مهمانخوره گفت از شوهر تای بگیر گفت باز کن طرفخانه بگیر کار بگیرشون گفت اون پولی که جریمه که باید اینو بسپرن گفت
شوهرت تو بگردن گیری گفت من میدم به خاطری که زنی من گفت که تاجیکای من اومدن در اینجا خیلی پرابلم شدن دو تاجیکی من دو حافظ که وای گفت برای پدرش بسیار احترام میداره از روی پدرش گفت هم حافظ احترام میداره گفت این خانمی من بسیار گفت زنی من بسیار ناراحتی کرده حاجی هر چی که هست من انجام میتیم فقط کاری کنیم که خانمی من آبیدش نریزد همین دیگه رفت دیگه کردیم طرف خانه تاجیکی خیلی روزای خوب بود روزای خوب گذروندیم با بچه ها همشون هر کدامش شنوانده خودش داشت هر کدامش می آمدن نه طرف خانه ایرانی می رفتن دیگه نه طرف هر کس روی خدا بگد خانم هستی اونجا می آمدن برآمد میکردن در طرف خانه ایرانی که آقای مویی همینا می آمدن ولی چی همین ایرانی همش می آمدن گوش کردن بچهای تاجیکی ما دخترای ما خواننده آوازخوانای ما می آمدن یا فخر بود من فخر میکنم که در وقتش تا نیستم من دوست میدارم کمک کردن تو همین روزم من در اولادمون حاتمی توی میگن دختری دست کشادی دوست دختری دست بخیر میگن همه خیرم هسته نمیتونم تنها من حتی تنها صبحونه خورده نمیتونم هست روزی که رفیق برای قسمت کردن صبحونه نمیابید میشد نیکی من میابم فقط من آدمی هستم که میابم اگر نیفتید زن حتما من شما چند بار گفتم من به دیاتم اگر چند ماه پیش گفتم اگه ارزو بری یک روز یک جا شینیم شام بخوریم یا صحبت ها کنیم باشه قربان بجان گفتم من شما پروان اصلا 17 سال زندگی در یک مگاپولیسی عظیم به نام دبی همه جا لکشری همه جا نمیدونم با تکنولوژی پیشرفته و بلند مجهز گردیده بعد همه این برگشتن به تاجیکستان و زیستن در تاجیکستان برای شما یک هم دشوار نبود؟ سال اول دشوار بود اکا ارزو سال اول دشوار بود برای که نمیفهمیدم که برای چی وقتی مغازه میری درشت صحبت میکنن برای چی وقتی بازار میری صحبت میکنی برای چی آدم اینقدر ویان همش خشمگینن بچه هم تازه اذیت میکشن یواش یواش عادت کرد بعد آسته گفتم که نه استرس خپیدم دپرسی شدم مریض شدم بعد گفتم که نه پروانه جان قربون سرت برم این تو دختری هستی که تو وقتی بین مردمی چینه رفتی و با اونو دوست شدی و زبان شدن گفتی با اونو شتخص کردی و در سر سرفه نان خوردی تاجیکی خودت نمیتونی که دلیابی کنی که با مثل همینا شوی شما گفتید که خیلی خانم قوی هستید زن قوی اراده هستید بله اصلا و از قوی بودن خسته نمیشوید من از زیاد نازک بودن خسته میشم صحیفه شما در اینستاگرام با دیگر زبان حرف میزند در صحیفه شما در اینستاگرام موادهایی که نشر میکنید من فقط تنهایی رو میبینم یک آهنگی محزون میمونید زیر عکس هایتون باران غم آهنگ محزون قدمانی در جاده‌ها نه اخی ارزو من امین وای من خیلی دختری شوخ طبیعتم خیلی دختری که مثل پسر من میتونم فوش بدم مثل پسر من میتونم صحبت کنم ولی اون دوم پروانه‌ای که داخلی منای زنای نازکای مثلا وقتی من میبینن میگن که خیلی زنی اژدهاریت این میان تا میشکنه نمیخوام درباره من کسی منو تا آخر بفهمه تا آخر منو بفهمه که من کی هستم نمیخوام چرا نمیخوام مثلا میشینیم همینجا شوخی صحبت همین خیلی صحبت میکنم آزاد که 5-6 نفر همینجا نشستگن همون 5-6 نفر میگن که اینقدر آسان میشد همین دختره همین زن آسان حاضر همینجا صحبت داره که همین یک پیاله آب میتیم آسان میریم ولی که میبریمش به بستر یک خطای بزرگه وقتی که آخری صحنه میآید وقتی میفهمند که سلامت زنده باشی برادر میبینیم این یک نوع بازی است این بازی نیست این خاراکتری من است برای که من آدما رو میدونم آدما چگونه یعنی اول شما وانمود میکنید که خیلی دسترسه نه من و در آخر وانمود نمیکنم من چیزی که هست نشون میدم و نگاه میکنم که همین آدما چه خیلی من قبول میکنن
همه چی خیلی که برای شما مهم است اندیشه آدمان. من مثلا نقش نمی‌افرم وقتی می‌بینیم در یک جا میشینیم نقش نمی‌افرم. حالا گفتید که میخوام ببینم آدمان چی نظر دارن نسبت من همه چیزی که هست همون چیز در همون آدما در همون جایی که نشستیم با شوخیش با حرفاش با فاشش با دیگر و با همه چیزی که خودم هستم در زندگی همیشه نشون میدم. بعد در آخر معرکه نگاه میکنم که کی منو چه قبول میکنه کی منو میفهمه کی نه. این خیلی مهم است برای این برای من خیلی مهمه. چرا وقتی شما خودتون میدونید اکارزو شما هم بعضی جا میرید یک من نه این شما میرید میشینید وقتی آزاد صحبت میکنید یک میگه که نفسی رو راست کشم مثل یک دو شوخی وقتی میکنی جوش همون یک تاش یک حرف یک گپی بی معنی یک گپی میگه که شما دلتون خفه میشد و چی میفهمید که اینجا جای شما نیست این گروه شما نیست اینجا جای سطح شما نیست. با همین خاطر بچه بشه گشته برمیگرده آرزوی ایسای تلویزیونی اینا گفته ها میشه. همخه نیست؟ من هم همخه. اما گفتید کاملا خود رو آشکار کردن نمیخواهید من فقط در پیش جماعت. من آشکار میکنم خودم. من عموما چند پیش گفتید که نمیخواهید که پوره شناخته شوید. ولی پوره من شناخته نمیتونن. چرا؟ وقتی من میبینم که مرد با من میشیند میگه که این قط آسان سخن و آسان رفتار و آسان، ولی وقتی بعد که با من میخواد صحبت میکنن روز به روز چقدر زنی چقدر وزنین بودنی من حس میکنن با میگم برادر من برداشته نمیتونید. کدام پهلوی خلق و اطوار خود رو نمیخواهید که آدمان بشناسند؟ من من و همین سال آخر زیاد عصبی میشم. سال آخر نه این رو پوشیدن نگاه میدارید؟ همین پوشیدن نگاه میدارم. بله ولی میخوام که شما گفتید که عصبی یعنی اعصابتون وقتی که خراب میشود این رو میخواهید پوشیدن نگاه بدارید. اگر نپوشیدش چی میشود؟ اگر نپوشم منم به خاطر همون آدمای بی‌سواد به خاطر همون آدمای زشت گپ و دغل گپ میشم. منم سطح میه پایان که ورزو. با وجود همه این صحبت صمیمی در صفحه اینستاگرامتون من فقط اونجا یک زنی تنها رو میبینم. زنی تنها؟ شاید اکارزو من همه فهمیدم که میگن که زن اذیت میکشد زن عذاب میکشد از تنهایی بی شوهری و بی مردی و بی این حرفا ما دروغه. زن فرزندش پیشی راهش میگیرد شوهر نباشد مثلا دوست پسر نداشته باشد مثلا یک مرد برش نباشد کنارش نباشد مادرش هسته همسایه حداقل هسته خش تبر هسته زن میرد اینجا اونجا وقتش صرف میکند همین این دهان پوشیده نمیشه. اینا میگه یک کسی گنده میکنه کسی خوب میگه درباره لباس حرف میزنه درباره گفتن شیشتن چیکار کنیم که اوژنگی رو روز بالا کنیم چیکار کنیم که دستمون آویزون نشوه همین کتی روز میگذرد شب میبی مونده فمینیستا شما رو میکشند مونده خواب میکنی ولی مردو چیکار میکنن؟ من زیادتر برای مردو دلم میسوزه. اکنون شما طرف مردها رو گرفتید فمینیست‌ها شما رو چرا نه من از یگان کسم نه از فمینیست‌ها میترسم نه از وایش من چون میدونم که من دیدم تنهایی مرده. من دیدم که مرد وقتی تنها میموند این بدبخت‌ترین سخت‌ترین روزه برای مرد وقتی مرد تنها میموند. یک سوال بسیار مهم است میخوام به شما پیشکش کنم. شما در رفتی صحبت یک دو بار گفتید سابق شوهرم و حالا چی؟ حالا یگان لاقل نامزده هست حالا در حیات شما؟ نه اکا ارزو برای نامزد گفتن یک حرفی بلند نامزد گفتن مثلا چه بگم همون یک چیزی عشق هندوگی میخوام انگلیسی لبا میخوام هست رفیق هست نیست و معجزه عشق باور ندارید؟ من آدمی ریالیست هستم. من خودم آدم نزدیک نمیمونم شدم چون که من خودم خرکت تو کدام حد نزدیک شدن؟ تا حدی که و آدم چقدر خودش نزدیک حس کند که بتواند که با فرزندای ما دوست بشود بتواند که با خانواده ما دوست شود بتواند که توجیک میگه که درویک میگن که توجیک ما کلمه خوب دارن همین تو همین حد من نمیمونم شدم بعد چی خاطر و یا که شاید میخواهم این چیزا ولی من اجازه دادن نمیتونم. از چی میترسی؟ من نمیترسم. من دلم از خودم پر نیست که چون من میدونم که من همین آدم تا آخر قبول کردن نمیتونم. برای چی من اینا نیمی راه کنم و گویم که بیاید و عادت کنه در زندگی من
бо фарзандои ман бо ман боз ба як зане ҳастам ки ман инқадр марда баъд аз нуки потото сарам иқа бардор بعد از زندگیت بیرونش کنی ها که بیرون کنم که دیگه بعدی من اذیت میکشه بعدی من وای عذاب میکشه که دیگه میکوام مثل من زن میگرده من میدونم که تو من نمیتونم تا آخر قبول کرده یگان کسا با مردی بودم که تمامی چیزی همین نازکی‌های زندگی تمامی شکست ریخت زندگی تمامی کی بودن زن در من نشان داده که زن چگونه است در زندگی چی سطح بازی میکنه چی نقش پیش نزد شوهر در پیش خشتبار شوهر بازی میکنه من همه خیلی زندگی دارم که اگر هم خیلی مرد پیدا کنم حتما یکی من پیدا نکردم خیلی مرد نیستی خیلی مرد چرا شما مثل مادرتون نتوانستید با شوهرتون زندگی بکنید و همسر دیگری شوهر رو قبول کنید؟ نه شوهر من دیگه همسر نداره تو حضور دیگه همسر نگرفته است و یک خنده ظفرمندانه در لب شما گفتید که تو حضور نگرفته ما است. دوستیم ما گفتیم که در کار شد باید دیگر ما نگاه میکنیم یعنی شما شدید از این که تنهاست تا نه هنوز؟ نه اما هیچ وقت. چرا تبسم کردید؟ نه آخر برای که نگرفته است نه یعنی که با تبسم و قناعتمندی استید استاپ با تبسم و قناعتمندی گفتید که تو حضور نه من بچه زن نگرفته است. تو حضور زن نگرفته است زن خیلی. تو حضور زن نگرفته است. وقتی من میگم شاید هم یک موافق دلش شاید پیدا نکرده شاید ممکن ولی طول یک نفر پیدا نکرده شما نیز شوهر نکردید؟ نه پس منتظر چیه؟ منتظر هیچی منتظر من زندگیم اینقدر اکای ارزو زندگیم خوبه هزار بار شکر زندگیم گفته به قول ایرانی که شلوغ میگذرد که وقت نیست برای شوهر کردن وقت ندارم شوهر کردن من خانوادگی برادرام اولاد خشت تبار و دوستام همه قدر من اینش طرف خودش میکشن که من وقت نمیام شوهر کنم اگر شوهری پیدا شود که مثل قبلی که من زندگی داشتم که ها خدمتگارا برای بچه‌ام جداگانه خدمتگار برای من جداگانه خدمتگار و راننده شخصی و دیگر همین اگر برای من تمام نکرده من شاید من میگیرم ولی همینطور که من شوهر بیارم که بنامش که این زن شوهر داره و در خونه من سیاهی کنه برای من سیاهی همون پرده هم سیاهی میکنه پرده خونم سیاهی میکنه که در و نیم در خونم همه کشم اگر سیاهیش در زمین میرسه یک چیز یعنی بعد سلطانی گدایی خوش نمیآید مرا برای شما پول و ثروت لازم است؟ نه پول ثروت نه برای خیلی نیاز آخه نه شما نفهمیدین پول ثروت همه چی هست خدا باشکر نه من خاراکتر خودم میدونم که بعد زندگی من یک شوهر عادی قبول کرده نمیتونم من وای میبینم مثلا قطعی آدم زندگی میکنم ببینید اینجا باز هم بالا میگیرد در بین نوفهمی زیاد نه نوفهمی ثروت پرستی در بین بعد نوفهمی زیاد من باید چقدر عشق چقدر محبت نسبت هم مرد پیدا کنم که با یگان چیز نگاه نکنم با این گفته ها میدونید شما چیکار میکنید انسان ها فکر میکنن که شما ثروت پرست مال پرست نه من ثروت پرست همه ثروت پرست کی ثروت پرست نیست کی مال پرست نیست همینه 99% تاجیکستان ثروت پرست و مال پرست نه پول پرست هیچ کس به لباس نگاه ولی میگویند که ما این خیلی نیستیم نه چرا از در میداری اول لباس نگاه میکنم بعد پایافزال تا بعد خودت بعد حتی آرایشی که تو میکنی آرایش تو نگاه میکنی که تو در خانه کردی اومدی یا که پول دادی در کاشانه حسن کردی اومدی همین معرکه اینو نگاه میکنن ولی میگویند که ما این خیلی نیستیم ما این خیلی نیستیم ولی همه خیلیان قربان میشوم اینقدر صمیمی بودید شما امروز پیش اینقدر استواری شما من تسلیمم نترسیده بگید در آدم‌ها در 20 سالگیشون میبرن سرود خوندن نمی‌درسن من بعد چیل برآمدن نترس ولی راستی گپ در زندگی آدم باید نترسد هیچ وقت آدم باید ترسو نباشه وقت در زندگی ترسو شدی هیچ برد نمیکنی آدم ترسو خودش اصلا آدم ترسو در زندگی برد نمیکنه از یگان نه تجارت نه زندگی نه شوهرداری نه فرزندداری چون تو سخن اختار نداری حرف اختار نداری فکر اختار نداری تو گفته نمیتونی همه چیز در داخل آدم میمونه آدم برآورده که نداره آدم تیز اوژنگ میشه تیز پیر میشه تیز کسلی میشه مریض میشه تیز میرد از میگه که عمرش تمام میشه دیگه بعد 50 و 60 میگه که برای چی من نگفتم من همین زندگی همین خیلی میبرم که وقتی که
пир шудам ки ман пушаймон нашавам аз ягон чӣ Аҷаб. бигӯм ки ҳар чӣ ки мехостам дар зиндагӣ гуфтам карду хӯрдам ана меқай پروانه اصلا یک چیزی نازک است که در حال ویردی آتش از محبت زیاد چرخ میزند و می‌سوزد. به خودکشی میارد خود را به جان خود جبر کرده خود را در آن زبانه های آتش میافکند میسوزد و میمیرد شما اون پروانه نیستید شما پروانه آهنینید бале یک توفه داریم یک توفه خوردکک از فروشگاه لباس گلوس رسما این توفه رو به پروانه بانو تقدیم میکنیم برای برای شما یک توفه زنانه و خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر مسلط و موفق باشید